در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم، کتاب‌هایی وجود دارند که شیطان بعد از تسخیر کردن مردم اون کتاب‌ها رو نوشته. به خاطر داستان عجیبی که این کتاب داره، همه کلید سلیمان رو به اسم کتاب طلسم میشناسن. در دوره رنسانس ایتالیا کتاب‌های سحر زیادی نوشته شده، اما این کتاب از همه ترسناکتر و کاملتره. قدمت این کتاب برمیگرده به قرن 15 و 19. در قرن 15 سلیمان این کتاب رو برای پسرش مینویسه و بهش وصیت میکنه که بعد از مرگم این کتاب رو یک جایی مخفی کن که دست هیچ کسی بهش نرسه. تا اینکه در قرن 19 میلادی یک گروه وقتی که اومده بودن مقبره سلیمان رو ترمیم بکنن این کتاب رو پیدا کردن. با اینکه این گروه خودشون جادوگر بودن، هر چقدر تلاش کردن نتونستن این کتاب رو بخونن و حتی یک کلمه‌شو بفهمن. اونا همینطور به این کارشون ادامه دادن. پیش هر جادوگری که میشناختن بردن، جادوگران تازه کار، جادوگران معروف و سرشناس، اما بازم نتیجه نداد کارشون. یکی از اعضای اون گروه بعد از اینکه فهمید کارشون هیچ ثمره‌ای نداره، به بقیه اعضای گروه گفت فقط خدا دانش این کتاب رو داره. ما فقط میتونیم از خدا کمک بگیریم. و اونها هم حرف اون رو قبول کردن. بعد از مراسم و آیین‌های مختلفی که اونا انجام دادن، بالاخره از طرف خدا یه فرشته به سمتشون اومد. اون فرشته قبل از اینکه دانش این کتاب رو بهشون بده، ازشون قول گرفت که این کتاب رو از دست مردمی که از خدا نمیترسن دور بکنن. اون گروه هم قبول کرد و فرشته دانش اون کتاب رو بهشون داد. و بعد طلسمی روی اون کتاب قرار دادن که هر موجود و انسانی که از خدا نمیترسه هرگز نتونه اون کتاب رو بخونه. بعد از اینکه مردم داستان پشت این کتابو فهمیدن، خیلی کنجکاو شدن بدونن مگه تو این کتاب چی نوشته شده که انقدر طلسم سنگینی روش نوشتن. کلید سلیمان به 2 کتاب تقسیم میشه. کتاب اول شامل سحر، احادیث و نیایش و احضار کردن مردگان و شیاطینه و اینکه احضار کننده چجوری میتونه اونها رو مجبور بکنه که هر کاری که میخواد انجام بدن. و همینطور این کتاب یاد داده چجوری عشق حقیقیت رو پیدا بکنی. کتاب دوم کلا مربوط به جنگیریه. اینکه چجوری جنگیری بکنی، وسایلی که میخواد چیه و اینکه چجوری اون وسایل رو بسازی. هونوریوس، کتابی که میتونی هر مرده‌ای رو احضار بکنی، هر جایی که بخوای بری و هر گنجی رو که بخوای پیدا بکنی. یکی از محدود کتاباییه که اسمی از نویسنده‌های اون نیومده و طبق گفته‌های مردم این کتاب رو چند جادوگر نوشتن. اما از همه عجیب‌تر اینه که این کتاب بهت قول میده در صورت خوندن اون بتونی در 1/100 ثانیه تلپورت بکنی و مسافت زیادی رو بری. این کتاب در قرون وسطا نوشته شده و به قرن 13 میلادی برمیگرده. هونوریوس دارای 1 جلد و 99 قسمته. اما چیزی که این کتاب رو خاص کرده فقط تلپورت کردن انسان‌ها نیست. نویسنده‌های این کتاب سوگند خوردن که اگر تمام مراسم و آیین‌های این کتاب رو بتونی درست انجام بدی و درست این کتاب رو بخونی، میتونی به تمام اسرار جهان پی ببری. قانوننامه گیگاس در قرن 13، یعنی یه چیزی حدود 800 سال پیش، توسط یک کشیش طرد شده از کشور چک که سوگند خودش رو شکسته بود نوشته شده. این راهب بعد از شکستن سوگندی که خورده توسط مردم عادی و بقیه راهب‌ها خیلی شکنجه میشه. بعد از اینکه میفهمه فردا قراره اعدامش بکنن، تصمیم میگیره که توی یک شب تمام دانش‌های شیطانیش رو بنویسه و تبدیل به یک کتاب بکنه. اما اون اطلاعات زیادی داشته و همش رو نمیدونسته توی یک شب تموم بکنه و یک شب هم بیشتر فرصت نداشته. اون تصمیم میگیره از لوسیفر یا همون شیطان بزرگ کمک بگیره و توی یک شب کتابش رو تموم بکنه. اون در عوض این کار روحش رو به لوسیفر میفروشه. این کتاب پر از مراسم و آیین‌ها و ورت‌های عجیب و غریبه و همراه پر از تصاویر و نقاشی‌های خیلی ترسناک‌تر. معروف‌ترین نقاشی این کتاب برمیگرده به صفحه 299. مردم به این باورن بعد از اینکه لوسیفر کامل اون راهب طرد شده رو تصویر کرد، این نقاشی رو کشیده. تصویر اون نقاشی یه شیطانه که در حال مسخره کردن و دهنکجی به انسان هاست. این کتاب 800 ساله و 74 کیلوگرمی بعد از جنگ 30 ساله سوئد و چک امروزه در کتابخانه ملی سوئد در استکهلم نگهداری میشه.
نویسنده این کتاب هم مثل نویسنده قانوننامه گیگاس راهبی بوده که سوگند خودش رو شکسته بوده. این کتاب که لقب نفرین‌آمیزترین کتاب جهان رو گرفته، در واقع یک رمان حماسی از زندگی یک اسپانیاییه که به امپراتوری اسپانیا میره تا بخت و اقبالش رو امتحان بکنه. نگارشش برمیگرده به سال 1608 و ترجمهش هم به سال 1615 میلادی. طور که معلومه این کتاب الکی لقب نفرین‌آمیزترین کتاب‌های دنیا رو نگرفته. این کتاب خیلی نکات عجیب و غریب و ترسناکی داره، اما عجیب ترین و ترسناک ترین نکتهش برمیگرده به داستان‌های عدم چاپش. بعد از اینکه این کتاب تو سال 1615 ترجمه میشه، خیلی از ناشرها اقدام میکنن تا این کتاب رو به چاپ برسونن. اما دونه به دونه اون ناشرها اتفاقات عجیبی واسهشون میافتاد و در نهایت میمردن. این اتفاقا باعث شده بود ناشری جرأت ادامه دادن این چاپ رو نداشته باشه. اولین ناشرش یه محقق به اسم بلیندا پالاسیوس بود که تو سال 1965 میلادی متن دست‌نوشته این کتاب رو توی انجمن آمریکا و اسپانیا پیدا میکنه. بلیندا خبر پیدا کردن این کتاب رو به تمام همکاراش میده و همکاراش هم بهش میگن که برای خودت دردسر درست نکن و مطالعه این کتاب رو متوقف کن. اما بلیندا هیچ توجهی بهشون نمیکنه و چیزی نمیگذره که مرگ‌های عجیب و غریبی سراغ اطرافیانش میاد. بعضی از اونها توی تصادف مردن و بقیه اطرافیان اون به بیماری‌های خیلی عجیب و غریبی گرفتار می‌شدن که این بیماری تا حالا دیده نشده بوده و هیچ درمانی نداشته. روند برای بقیه ناشرها هم ادامه داشته تا اینکه تو سال 2018 بالاخره یک ناشر شجاع پیدا میشه و این کتاب رو به چاپ میرسونه. در قرن 15 یک جادوگر معروف این کتاب رو برای پسرش می‌نویسه. این کتاب تو سال 1900 بلافاصله بعد از اینکه ترجمه شد به چاپ رسید و چیزی نگذشت که برای خواننده‌های اون کتاب اتفاقات خیلی بدی افتاد. از اونجایی که این نویسنده این کتاب بر این باور بوده که هر انسانی درون کالبد خودش شیطان مخصوص خودش رو داره، توی این کتاب با مراسم‌ها و آیین‌های مختلف یاد داده که چجوری شیطان درون خودت رو کنترل بکنی و تحت سلطه خودت در بیاری. تو سال 2013 یک فروشنده ناشناس 2 جلد کتاب رو به قیمت 13865 دلار فروخت که با دلار 50 تومانی یه چیزی حدود 693 میلیارد و 250 میلیون در میاد. بعد از اینکه معامله‌شون انجام شد، خریدار به فروشنده گفت اگر به این کتاب اعتقاد نداشته باشی، اتفاقات بدی واسط میفته و نفرین میشی. جالبه بدونید اسم خود این کتاب یکی از وردهای معروف جادوگران در گذشته است. تو زمان قدیم اگر جادوگری میخواست کتاب بنویسه و از این ورد توی کتاباش استفاده میکرد، بقیه جادوگرها همراه اون کتاب خود جادوگر رو آتیش میزدن. به دلیل اینکه جادوگران اون دوره اعتقاد داشتن اگر جادوگری از این ورد توی کتاباش استفاده میکرده، بقیه هم نفرین میشدن و تا زمانی که هم اون کتاب و همون کسی که اون رو نوشته سوزونده نشه، نفرین ادامه داره. این کتاب مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های یکی از کاهن‌های فرقه ویکا بوده که در اوایل دهه 1960 میلادی نوشته شده. اما فرقه ویکا چیه که اون یکی از کاهن‌های این فرقه بوده؟ فرقه ویکا تو سال 1954 تأسیس شده. افراد این فرقه اعتقادی به خدا و شیطان ندارن، اما الهه‌های زن رو میپرستن و کلاً میشه گفت افراد این فرقه فمینیستن. فرقه ویکا هم یکی از فرقه‌های جالبیه که داستان‌های عجیبی داره. خیلی خوشحالم می‌کنید اگر دوست دارید راجع به فرقه‌ها توی ویدیو بعدیمون صحبت کنیم، توی کامنت‌ها بهم بگید. خلاصه نویسنده این کتاب آدم خیلی منفوری بوده. توی محلی که اون زندگی می‌کرده هیچکس باهاش در ارتباط نبوده. اما مردم اون محله میگفتن که اون محل جادوگری خاص خودش رو داشته. اون صبح تا شب به اونجا میرفته و مراسم و آیین‌های خودش رو انجام میداده. اون توی کتابش به احضار انواع شیاطین، ارواح و بقیه موجودات غیر طبیعی اشاره کرده. و اما نکته ترسناک این کتاب، کسی که این کتاب رو تو سال 2013 خریده، نه خبری از خودشه و نه خبری از اطرافیانش. البته نویسنده در صفحه اول کتابش به این موضوع اشاره کرده و گفته این کتاب رو مطالعه نکنید. در صورت مطالعه مجازات سختی در پیش دارید. این کتاب ترسناکترین و نفرین‌آمیزترین کتاب تاریخه.
کتابی که حتی مردم علاقه ندارن اسمش رو به زبون بیارن. این کتاب توی قرن 16 توسط فردی که تسخیر شده بوده نوشته شده. نویسنده این کتاب کامل در اختیار شیطان بوده. همین دلیله که خیلی از مردم به این کتاب بزرگترین انجیل شیطان میگن. بچه‌ها، توی این کتاب به هر چیزی که فکرشو بکنید اشاره شده. یاد دادن احضار شیاطین و اجنه و زنده کردن مردگان. توی صفحه اول این کتاب هم نوشته شده که اگر کسی این کتاب رو بخونه باید روحش رو تقدیم به شیطان بکنه. همه اینا باعث شده که ترسناکترین و خطرناکترین کتاب دنیا توسط واتیکان از دسترس عموم مردم دور باشه و دست هیچ کسی به این کتاب نرسه. بچه‌ها ویدیو تموم شد. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهم بودید. خیلی خوشحالم می‌کنید اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب هم بکنید تا ویدیوهای بعدی هم همراهتون باشم. خیلی ممنونم. خدافظ.